بچه کار دارم، تو بیا تو. یه که تو برات خور گم کرده دیگه تو حالی. میگه بیا بشین الان کار دارم. سکت چی میگم؟ بله. میگم عباس بچه من برو بمی بابا سخت خوب بگو. چی بگم؟ صبح که بفهمیده که من برای کار که بگفتم خب که این شو چله کلونه. حال ای از آن بعد از شش تا سر بیجه مایه بشه. ای خور گم کرده برفته نمیفهمم با کجا میفهمید. واسه شو چله کلونه گفتم یک میبدونه یک چیزی یک ایندونه یک چیز میز بستون گوشت پوست چیزی که شب دیگه تیار کنیم چیکار کنم آلات قدیمه اخی. نه مثل پارسال. دیگه مثل پارسال هم که خوب نشد دیگه خب دیگه چیکار کنم بعد امسال بتونیم شو چله کلونه بگیریم اخی میبدونه چیزی بستون. کوپیانه. نمیفهمم از تو من بذار گفتم بلکه با چیز میز بستونم شو چله کلونه یاد تو نره. از تو برات خور گم کرده نمیفهمم. مادر به اون میگین. بگم خوبه نیه؟ مادر به اون خوبه سنه هم میگه. که میگن حالا بابا تو هندونه بستون آخه هندونه چیز بسر میگن به شو چله کلون میگن انار و هندونه چیزا هم بستون میوه دوری چیزی با پیرمه ما دونیم سر هندونه حالا وقتی که من داری به هندونه نورد به دام نرفت حالا که من 200 دونیم سر هندونه میاره با چه کار کنم بچه من خدا دیگه من چه کار کنم یک شو چله کلون یعنی هندونه میستونه هیچ هم نمیستونه حالا تو هم رفتن خود گم کردم تو برسه که با کجایه باش تاکو ولی بگو شاید چیزی میزی بستونه ایت نمیشه بگو بابا من میایم خب ولی بابا خان زنگ بزنن کار بیایم اونم دیگه خب چه کاره؟ کجا بودی از تو؟ مثل که گیر خرج میجی چی ما عباس تو سعی کن تو بخونی بگفتم که عباس بخونی که یا نسته عباس میگه ما شما مادر میگه برو میوه‌دانه بخر که چکارک و فلان که چله کلون بابا یالا کرا چله کلون خونو که خب باشه خونو دیگه یک ایندونه یک چیزی بستونین به شو چله کلونه خب اگه میفهمیده که چله کلونه چرا همین ای کرسی ما همین کمپلا میشه خب باشه دیگه یک شوی آخه اون میگیره چیکار میشه؟ خب لافت کرسی را آدم نمیشیره به زمستون زن آدم هوشیار باید باشه عقل کمال ندارم تو از ما بدتری همه لافت کرسی را متا زمستون به غرق زمستون انیم شو چله کلونه این آدم میشیری و 3 سال دیگه خوش نمیشه آخه هم کمپلا هستم میندازیم دیگه کرسی میگیریم تیاره حالا شما که لافت کرسی شما از اول به مد صابون رخشوی چیزی من میستونه پودر چیزی میستونه که وقت میشوشتم اونا دیگه خب گناه خود شما هم سخت هستین دیگه شما فقط شما زنکا یاد دارین که بگیم عروسی 6 ماه که نمیمونه ما برم بخور لباس بخورم کش بخورم آرایش بخورم برم آرایشگاه برم زودتر 4-5 شب میمونه برم من فکر نمیکنه بابا تمیز سرخی که گل عرق میکنه لافت خور بشینم که میفهم زمستون بندردم خوش بیارم و تا خونگاه خود قطع کنم یک گوشه بگذارم الان کمپلا به سختی خود که نمیگیم مگرم فرش میگم به سختی خود که نمیگم خب وقت من به پدر میستونه که وقت مگرم فرش برم حالا اگه نگیریم همه شو چله نه امکان نداره مگر بگیریم ما بابا خام زنگ بزنه کنم بیایم یک شوی عباس هم گفت بابا خود زنگ بزنه که بیایم خسر میگه بیا بله بیایم حسنا خوب بدن بله خوبه میگن یک اختلاطا میکنه که گردن آبه باشه بوم یک اختلاطا خسر میگه اختلاطا میکنه که ایده با شما بگم صد تبدیل میشه خوبه و باباش میرم استونم چی بستونم؟ اندونه بستونم یک مالتی یک گوشت پوست چیزی بستونم دیگه پیاز کچلو هم که دیشب گفتی نداره پیاز کچلو هم بستونم خوبه خوبه دیگه سکن عباس هم صدا کنیم که ما کار دارم بریم همه با همه اینا 5 ساعته بکیسیمه 5 ساعت هرچی هست من چی کار دارم شما مدام به من سختی تیر کردین دیگه عمر خب من سختی تیر کردین نیه دیگه من چی کار کنم که نیه کجا بودی عباس بشی ببینی برفتم پیرمه برفتم چون میستونم یعنی من چون گوشیم کجا تو به گوشی خبر بگیر بری بابا چی گفتم مادر هیچی گفتم میستونم دیگه من چون میستونم نمیفهم گوشیم کجاست کدو گوشی خبر بگیر گوشی تو پول داره به کی زنگ زنم بری بابا زنگ زی زنگ زی بگم شب بیایم کنیم ما شب چرا کلان شب یلداه کو زنگ زنه میایم یا نه خدا بیایم شب خوبه بله بابا سلام خوبه ما خیریم شکر زنده باشین همه شکر خوبه شما خوبین
ببو همیشه گفتم بیاین به سلام ما بیاین خاطر شب چلکلون یا میت اختلاط نکنه خاطر گفتم ببو من خوب اختلاط های میکنم بیاین بابا گپی نه خاطر این شب خوب شب کلونیه ببو عصا کنین اگه نه آمدین دیگه ساش ما نمیاییم ما بیاین خوب میایم ها مادر میایم میایم آه. خوبه که بیایم دیگه ایتی اگه استنا ولد نیم پارسال بیاد تو نیه اشته استنایی گفتم پیار گفتم یه دونه هم استنو من چون گفتم میستونم نه چون میستونم یا نمیستونم پیار ما اگه آله اگه این دونه استان کلی من 2.5 ساعت اگه پیار من این دونه آورد به خونه دنیا گلستان میشه به گفته تو به وقت تابستان هوا گرم بود کلی دری پی بود نمیستوندم من دری پی بود نمیستوندم آله این دونه میستونم به اون میای دیگه سلام اشتری بابو بابو کو پیار بابو همینا ما بستونم خب یارتان دیدوز بر میای ها از سختی که اندونه نستونی من پول دادم به دست که برو اندونه بستو بفرمایید بلیا بعد بیده کاش که به اون پول نمیستونده خب بابا تو من که پول نداشتم دیگه بعد آدم میفهمی چند شد همین 160 روپیه شد 160 روپیه پول نداشتم دیگه من مالتا و سیبا و خیال و انار استوندم گوشت استوندم پیاز استوندم کچلی استوندم یه بابا یک حرف بگم خدا بگیم برکن نفر 500 بگو من بابا تو به کی بده 500 ما نفر 500 نفر 500 بده کاکا خسرو اختلاط کنین دیگه اوسه نبگین کاکا خسرو عباس خوش داره استونا شما دیگه برند هنو ببو از اون اختلاط قدیمی خوش شروع نکنه دیگه سلام بابا جان خوبی؟ موندن آموشی سلامت خوش آمده اشتر مدار مینه خوب بوده شکر الحمدلله زنده خورا مینه خوب بوده باش بر فضل خدا زنده خوب شده لا شکر بیا آمده امشب شکر کن دیگه عباس دیگه دیدون خیلی عرض کرد دیگه که نه دیگه با خونش ما هم نمیارم خوب راست میگن خوب شد که بیا آمده کاش که مدار مینه رو می آورد من میوان نما یک دفعه سر کنم تیار بکنم باز بگیم میبینم از ما رو چای مایم شما باش خودم اندازو هم مثل بچه ها خود دیگه از اول بیشتر رو میدن باش اولیزم من نمارم جونا نمام خاطر یخه دندونا ما یخ میکشه بشکنه خیلی با شما نخورم خوش نداره نخورم بابا من میخورم عباس میخوره شما نخورم خوش نداره اونا با خوردن نیه اونا برای نمایشه برای نمایشه تبلیغا باشه بیخی شما سختی را خود رو که اینا بیانه که با نمایش بخوره نخوریم دیرشته بودم بگو خود بده اگر شبها شبی الداس اگر روزها پر از غم بود
قناعت بود و صبر بود اگر بسیار اگر کم بود همو شب ها همو کابل برایم مثل عالم بود تو بودی در کنار من دلم جمع بود دلم جمع بود وای دانه دانه باران میبارید سوی باغ بالا میرفتیم بگیرفته شما را گاهی به تماشای مهتاب و کنار دریا میرفتیم چه کنار شدیم به چشم خسته خوابی بود به جام تشنه آبی بود به شهر عشق و ویرانی حریف با حسابی بود جدای خواب را دزدید زلال آب را دزدید از اون شب های مهتابی کسی مهتاب را دزدید اگر شبها شبی یلداست اگر روزها پر از غم بود قناعت بود و صبر بود اگر بسیار اگر کم بود همون شبها همون کابل برایم مثل عالم بود این خوندن شب یلدای خسرو جان خوب خوندن اشتر بگیرفته اینا ساعت پیشته تیره خودی ازی اولا که میگم خوندن یا خوندن میکنیم چون که خرج خوبشتار گپ نزد یک خرج خوندن میکنم خوندن جان یک جور بیتی کاکا خسرو میخوام عباس من نگیم بابا با خسته باشه خیلی خوشی که تیریشه یک خوندن یک جور بیتی بابا بخونی یک خوندنی آته ما خوش میشم من یاد ندارم شاید برای همین کشون نشده باشه شاید بشه خیلی خوشی ما چیز میکنیم بله بابا خیلی خاطر دختر هم بخورن دیگه من نماییم کاکا خسرو بله بخونم کاکا یاد ندارم بخونیم دیگه ببو بخورین دیگه چوب خب کن عباس چوب کن بله باشه بیاد خیارم بله از اون خوندن قدیمی دیگه قدیمی بخون دیگه امشب اون قدیمی ها نمی‌کرده. دیگه قدیمی ها که خوندنای میکردین بخونیم سفید استی نپوش کالای سیاه را به جلوه میکشی زال تو ما را به جلوه میکشی خوندار میشی جوان هستم ببین رهی خدا را چه میخندی؟ خب خوندن کردیم بابا خوب خوندن کردن دیگه چه میخندی؟ دیگه بینی کاکا خسرو بگو شهر مرغ حقا گفتون من جب اینه تو دلار بخونی من نخندی تو چه میخندی؟ من کلک سروله دیشته باشه شما گفت کاکا خسرو سروله گفتم چرا یک دونه آوردیم آخه همه سال پینجری بشو با پیجر پس کشیدی؟ و نه کلوترا 300 2.5 ساعت میشه می چی چیلک میده ببینی من 2 ساعتی کنم دارم به دست تو کار نروز تو نه بابا پول خرج کردی دیگه نداشته دیگه من پول گوشت استوندم اینا رو استوندم پیاز استوندم کچلی استوندم آنه مالتا انار خیار سه بابا داره نپول سه داره با مالتا خیرم بابا خب میمون کردم آخر کسی خود اونا رو میمون دقیقی کردی کاکا خسرو من میتو آدم خریبتی هم مادام پول میدم دیگه مثل شما که سختی نیم آخرم پینجری که از پول این دونا پس کشیده شما چی بابا